اتفاقی که برای این گروه رقصنده توی کلبه جنگلی افتاده پشم‌ریزونه. تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من فرشتم و به چنل فرا مووی خوش اومدید. فیلم با نمایش تعداد مصاحبه و تست بازیگری شروع میشه. رقصنده‌های مختلف یکی یکی درباره خودشون، علاقه‌شون به رقص و زندگیشون صحبت میکنن. بعد وارد محیط اصلی داستان میشیم. یه ساختمان متروکه که گروهی رقصنده برای تمرین و جشن جمع شدن. بعد از تمرین اصلی رقص جشن میگیرن و همه با هم میرقصن. وسط جشن همه از یک ظرف بزرگ نوشیدنی الکلی میخورن. اما بعد از یه مدت کوتاه رفتارها عجیب میشه. همه به تدریج دچار توهم، پارانویا و خشونت میشن. مشخص میشه که یکی داخل نوشیدنی LSD ریخته. کسی نمیدونه که کی این کارو کرده. از اینجا به بعد کابوس شروع میشه. مردم شروع میکنن به متهم کردن همدیگه. بعضیا فکر میکنن یه دختر به اسم سیلوانیا مسئول بوده. اونو کتکش میزنن، موهاشو میکشن و از سالن پرتش میکنن بیرون. یکی از رقصنده ها به دوست دخترش امانوئل خیانت میکنه. امانوئل از شدت ناراحتی خودشو آتیش میزنه. یه بچه کوچیک به اسم تیتو که پسر یکی از رقصنده هاست هم اونجاست. مادر سیلوانیا برای اینکه بچه آسیب نبینه اونو توی یه اتاق حبس میکنه. اما در نهایت تیتو به کابل برق دست میزنه و میمیره. یکی از دخترها که بارداره توسط بقیه به خاطر اینکه باردار شده مسخره میشه و اونقدر عصبانی میشه که خودش رو به شکمش میکوبونه. یه سری از رقصنده‌ها دچار حمله‌های عصبی میشن. بعضیا جیغ میزنن، بعضیا توی راهروها شروع میکنن رو همدیگه راه رفتن، بعضیا خودشونو میزنن یا با دیگران درگیر میشن. این صحنه که پسر در حال خیانت کردن به یه دختره و به نظر میرسه که دختر تحت تاثیر مواد بوده و نمیتونه مقاومت بکنه و نظر میاد که تجاوز رخ داده. بعضیا کف زمین دراز کشیدن، بعضی دیگه روی دیوار بالا میرن. همه دیوونه شدن. توی آخر فیلم چند نفر مردن. بعضیا دیوونه شدن، بعضی دیگه هم بیهوش افتادن. بعد دوربین روی یکی از رقصنده ها میمونه که داره کتابی میخونه درباره LSD. اون کتابو میبنده و میفهمیم که احتمالاً اون کسی بوده که مواد توی نوشیدنی‌ها ریخته. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. نظراتتون رو حتما برام کامنت میکنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.